پیشنهاد میدم بچه‌ها هر کسی که اینجا نیومده واسه اولین بار حداقل بیاد اینجا توی تاجیکستان و این نوروز رو عدید تاجیکی‌ها تجربه کنه. جایی که همه همزبون هستیم و اینکه با هم دیگه میتونیم اینجا راحت تعامل داشته صحبت کنیم و اینکه دیدگاه فرهنگیمون رو با هم دیگه به اشتراک بذاریم. خیلی قشنگه. مردمان خیلی مهربان، مهمان نواز و خیلی شهر زیبا، مردم زیبا و همه چیز زیباست. خیلی دوست داشتم ما اومدم اینجا. اولین کشوریه که اومدم تو نوروز و دلم اصلا برای خونه تنگ نشده. اومدم خونه دومم. خیلی قشنگه. لذت بردم از احترامی که به ادبیات پارسی، به شعرا، از جمله خیام، از جمله ابو علی سینا، از جمله رودکی بزرگ که من رفتم مزارشون در پنجکنت. کلا لذت میبرم. بارهای دیگر خواهم اومد.